سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام بر کلی پسپچکان عزیز و مهربانم، سلام بر کلی غریبان، سلام بر کلی مسلمانای جهان. اول خصوص من شما را به این روز سعید جمعه مبارکباد می نمایم. از الله تعالی طلب می نمایم، دست به سوی الله تعالی می بردارم که کلی غریبان ما را خداوند کریم در پناه پاکش نگهبان باشه و کلی غریبان ما را به سری بلند به وقت بطن جان ساعت به دیداری پدر و مادر و زن و فرزندانشان، به دیداری کلی والدینشان خداوند کریم مشرف گرداند. آمین یا رب العالمین، آمین. الله اکبر. خیلی در نوار میبینید فرزندای ما. دختر جان چی نام داری؟ دختر جان چی نام داری؟ این روز کدام روز ای؟ اکا جانای غریب تا چیز گفتنیه؟ روی سعید جمعه مبارک بگید. آزی ما شما دختر جانا کنی یا دو چی میپرسم کنی میدونید در سر چی داره؟ در چشم چی داره؟ نور محمد. در بینی چی داره؟ بوی محمد. در دهان چی داره؟ کلمه شهادت. در بینی چی داره؟ بوی محمد. در گوش چی داره؟ اذان و قامت. در دست چی داره؟ خیر و سخاوت. در دل چی داره؟ در پشت چی داره؟ در زانه چی داره؟ در پاچه چی داره؟ بندی کی میشه؟ امتی کی میشه؟ پدرتون مسلمان یا مادرتون؟ الحمدلله. پدرم مسلمان، مادرم مسلمان. دختر جانوی ما کنی یه سوره بگید. یا بسم الله الرحمن الرحیم.